اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 29 اکتبر از این قرار است. عوف زندانیان در تاجیکستان ادامه دارد. مقامات میگویند عوف امسال با کروپسیا آلوده نمی شود. سوال شما آیدیان که این با عامل‌های کروپسیونی آورده می‌رساند این اساس ندارد، چون که همه این زیر نظارت است. برگزیت بار دیگر به تاخیر افتاد. اتحادیه اروپا مهلت جدایی شوی بریتانیا را از این سازمان تا 31 ژانویه سال 2020 دراز کرد. در تاجیکستان به کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا مسئولیت دادند. رشوه‌خواران کلان اکنون به دست می‌افتند و یا مبارزه با کروپسیا در میان آموزگاران و دکتران محدود باقی می‌ماند. اگر کاری آژانسی مبارزه با کروپسیا پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند. مقامات تاجیکستان میگویند عوف در تاجیکستان این بار با کروپسیا و طمع‌جویی همراه نخواهد بود. این نکته را مسئولان ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که زندانها را در کشور زیر نظارت دارند در شهر الماتا بیان کردند. در شهر الماتای قزاقستان ملاقات نمایندگان اداره‌های عدلیه زندانبان‌های کشورهای آسیای میانه جریان دارد که تا 31 اکتبر ادامه می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده. زندان‌های پر، اتاق‌های تنگ و شرایط نامساعد محبس‌های آسیای مرکزی از موضوعهای اصلی یک کنفرانس منطقوی است که در شهر الماتا جریان دارد. برای بررسی این موضوع از 28 تا 31 اکتبر مقامات امور زندان‌ها و سازمان‌های جمعیتی و بین‌المللی از جمله تاجیکستان گردی هم آمدند. هدف این گفتگوزارها بررسی امکان کاهش شمار زندانیان، ریشه‌کن شدن شکنجه و افزایش نوع‌های جزاهای میباشد که بدون پشت پنجره نگه داشتن انسان تطبیق شود. یکی از سبب‌های قبول قانون عوف که در تاجیکستان جریان دارد محض زیاد بودن شمار زندانیان میباشد. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق گفتند در زندان‌های کشور به ویژه در محبس‌های مردانه شرایط عادی بهداشتی رعایت نمی‌شود و این حالت باعث افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر در اتاق‌های تنگ و یا برعکس از حد سیرادم زندان‌ها می‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تاجیکستان بارها خواسته است به کارمندانش اجازه بدهند که با شرایط زندان‌ها آشنا شوند، اما به گفته سراج‌الدین نورف یک مسئول ریاست زندان‌های وزارت عدلیه چنین سازشنامه هنوز امضا نشده است. وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود به کمیته صلیب سرخ که تا اینکه یک شرطنامه بین وزارت عدلیه و کمیته صلیب سرخ به امضا رسد و در اساس در همین شرطنامه باید که ماهیت سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان به اینابت گرفته شود و تا به امروز همین شرطنامه به امضا نرسیده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌خواهد کارمندانش به آگاهی پیشکی به زندان‌های تاجیکستان وارد شوند، اما حکومت به این چیز راضی نیست. نماینده تاجیکستان همچنین به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که عوف زندانیان امسال با سرعت تطبیق می‌شود و احتمال رشوه‌خوری در آزاد کردن محبوسان وجود ندارد. مقامات ما قانون عوف را یک باره نسبتی بیشتری محکوم شدگان قبول کرد تا اینکه آنها یک باره از ادای جزا آزاد شوند و سوال شما آیدیان که این به عامل‌های کروپسیونی آورده می‌رساند این اساس ندارد، چون که همه این زیر نظارت است و زیر نظارت قطعی رهبریت قرار می‌گیرد. در زندان‌های تاجیکستان تقریباً 13000 نفر نگهداری می‌شوند و بر اساس وعده مقامات بیش از 7000 نفر بر اساس قانون عوف آزاد خواهند شد. ضمناً در تاجیکستان اجرای قانون عوف زندانیان که مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان 25 اکتبر از آن جانبداری کرد ادامه دارد. در 2 روز گذشته از زندان‌های تاجیکستان بیش از 1,500 محبوس آزاد شدند. در این میان پیوندان آنهایی که هنوز در زندانند زیاد میپرسند که آیا عوف شامل نزدیکان آنها نیز میشود و یا نه. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه سوالهای مربوط به عوف را از حقوق شناس دلشاد جورایف پرسید. من اینجا یک رویخطش کردم. این گونه ماده ها 15 تا همگی 15 ماده کودکس جنایتی که اصلا تحت
عمل قانونی درباره افت نمی‌فراید. اینا 104 آدم کشی، 138 تجاوز و ناموس، 139 حرکات‌های زورآوری دارای خصوصیت شهوانی داشته. ماده قسم 4 ماده 249 این راهزنی، 401 این زرخریدی یعنی نیامنی چست که اینا تماما نمی‌فرایند. باز یک گروه ماده های هستند که چون 179 186 305 306 310 قسم 4 ماده 319 این پاره گرفتن اگر مبلغ پاره از 10,000 زیاد باشد. عفو قبول شده محمد روزی اسکندروف، زید سعیدوف، بزرگمهر یاروف، رجب علی آدینف رو فرا میگیرد یا نه؟ قانون جمهوری تاجیکستان درباره افت نسبت ادوکات های محکوم شده بزرگمهر یاروف و نوریدی محکم نیز تطبیق کرده می شود، ولی آنها به آزادی نمی برند، ولی جزاهایی که نسبتشون تعیین کرده شده که کم کرده می شود. حقوقشناس دلشاد جورایف بود که جزئیات قانون عفو را شرح داد. ضمناً قانون عفو که 25 اکتبر در تاجیکستان قبول شد باید تا 2 ماه دیگر پورا اجرا شود. برگزیت باز به تاخیر افتاد. اتحادیه اروپا راضی شد که خارج شوی بریتانیا را از سازمان مذکور تا 31 ینوری سال 2020 به تاخیر گذارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قصد داشت تا 31 اکتبر کشورش را از اتحاد خارج کند، اما پارلمان ضد برآمد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. تلاش بوریس جانسون برای دعوت انتخابات روز دوشنبه به نتیجه انجامید. حالا او کوشش دارد از راه دیگر به هدفش برسد. ما اجازه نمی‌دهیم این وضع فلج ادامه یابد. از این یا آن راه باید به انتخابات رویم. جانسون گفت از راه انتخابات می‌خواهد بنبست خروج از اتحادیه اروپا را بشکند. تلاش نخست وزیر برای برگزاری انتخابات آسان نمی‌شود. در مجلس نمایندگان اکثریت را ندارد و ضرور است از 3/2 وکیلان او را طرفداری کنند. در رای روز دوشنبه حزب مخالف کارگری رای ممتنع داد. سبب احتیاطکاری زیادی من این است که به نخست وزیر باور ندارم. بوریس جانسون 3 بار است که برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش دارد. کوشش‌های پیشینش نتیجه ندادند، زیرا مخالفان می‌خواستند ضمانت بگیرند بریتانیا به سازش از اتحادیه اروپا خارج نشود. جانسون گفته است که چنین کاری را می‌کند، ولی تلاش‌های او برای خروج در روز 31 اکتبر به جای نرسید، چون پارلمان مجبورش کرد از اتحادیه اروپا 3 ماه دیگر مهلت بخواهد. 27 عضو اتحادیه روز 27 اکتبر جوابی مثبت دادند، اما اتحادیه اروپا از بحران خروج بریتانیا خسته شده است و یک دیپلماتش گفت امیدوار است بریتانیا 3 ماه دیگر را عاقلانه استفاده برد. ولی سیاستمداران بریتانیا با یگان سازش برای جدایی مناسب از اتحادیه اروپا نزدیک نشدند و گفته جانسون برای همین انتخابات ضرور است. حکومت قانون خرده را برای انتخابات در روز 12 دکبر پیشنهاد می‌کند. نخست وزیر می‌تواند با قبول سند معیارهای برگزاری انتخابات در بریتانیا را صرف نظر کند و آن را در روز معین برگزار نماید. برای این کار طرفداری اندک بیشتر از وکیلان ضرور است و احزاب مخالف خرد گفتند در صورت پذیرفتن شرط‌های معین از قرار جانسون طرفداری می‌کنند. کارمندان آژانسی مبارزه با کورپسیا در تاجیکستان دخل ناپذیری نسبی به خود کسب کردند. از این به بعد کارمندان آژانسی را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر کردن ممکن است، در غیر صورت نه. قانون را در این باره چند پیش مجلس نمایندگان قبول کرد. مقامات میگویند صلاحیت‌های نو دست کارمندان آژانسی را برای تفتیش کار منصبداران رشوتخوری بلندپایه باز می‌کند. کارشناسان میگویند نه تغییر قانون بلکه اراده برای مبارزه با کورپسیا نتیجه می‌دهد. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این موضوع میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. پرونده های پرسر و صدای کارمندان آژانسی مبارزه با کورپسیا کم نیستند. 2 سال قبل 10 نفر کارمندان آژانسی به گناه رشوه‌خواری و ساخته‌کاری سندها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. آیا این پرونده ها با فعالیت کسبی آنها دخلی داشت؟
و یا نه معلوم نیست. حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید اگر چنین تغییرات در قانون آن زمان وجود می داشت احتمال آنها را به جوابگیری نمی کشیدند. В условиях Таджикистана будут иметь приоритеты ценности. در شرایط تاجیکستان اصولهای افطاریتری ارزش دارند. وقتی ضرورت پیش آمد ناوابسته از تغییرات اخیر به قانون، بازداشت و یا عیبدار کردن هر شخصی منصبدار برای مقامات دشوار نیست. Принимать другие меры в отношении конкретного должностного лица ничего не стоит. با گفته حکیموف تقریبا کارمندان همه اداره های دولتی وزارت کمیته ها با هم پیوندی خویش و تباری و اولادی دارند، از جمله در آژانس مبارزه با коррупция نیز. Если было бы результаты работы антикоррупционного ведомства اگر کاری آژانسی مبارزه با کروپسیا پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند. در این صورت به مثل دیگر همسایه کشورها تشکیلات های قرضی و مالیوی به کشور مبلغ جلب می کردند یا کشورهای مترقی سرمایه گذاری می کردند. اما افسوس ما این را مشاهده نمی کنیم. وقتی این همه نیست، مبارزه با کروپسیا غیر قناعت بخش است و در سطح پست قرار دارد. Противодействие коррупционными составляющими у нас неудовлетворительно и достаточно находится на низком уровне. مقامات در تاجیکستان موفقیت‌های خود را در مبارزه با коррупция خیلی نظررس می‌دانند، اما سازمان‌های بین‌المللی با چنین گفته‌ها راضی نیستند. بنابر رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی که هر سال تهیه می‌شود، تاجیکستان در زینه 152 قرار دارد. مقام 152 از پایین‌ترین مقام‌ها در رده‌بندی است و معنای آن را دارد که در کشور فسادکاری در بسیاری از سطح‌ها ریشه دوانیده است و مبارزه با آن هم چندان مناسب نیست. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان 2019 در برزیل منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 28 اکتبر در شهر کریاسیکای برزیل برگزار شد. منتخب تاجیکستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. نرزالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی پیروزی دسته منتخب و شانس من بعده آن در قهرمانی فوتبال جهان 2019 را چنین توضیح داد. بازی دوم منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی جهان در برزیل مقابل تیم اسپانیا 31 اکتبر برگزار می شود. عموما در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان در برزیل همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات از هر گروه 2 دسته بهترین، همچنین 4 دسته بهترین جایهای سومی گروه ها به دور بعدی راه می‌یابند و واقعا دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مثل قهرمانی جهان در سال 2007 در کره جنوبی شانس خوب دارد که به دور بعدی یعنی به دور 8 نهایی راه پیدا کند. بازی منتخب نورسانی تاجیکستان و کامرون خیلی شوق‌انگیز و پرشدت صورت گرفت. باید گفت که فوتبالبازان کامرون امکان زیادی گلزنی داشتند، ولی در بسیار موردها مهارت بلند دروازه‌بان شاهروخ قرغیزبایف از دسته تاجیکستان به آنها امکان نداد که موفق شوند. سازمان حامی حقوق امنستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل معرکه دعوت به آزادی بلاگنویس ازبک نفاست الله شکورова را براه ماند که 1 ماه پیش در شفاخانه بیماری‌های روحی جای داده شد. در اظهارات روز 28 اکتبر اوفی بین الملل از پرزیدنت شوکت میرزیوف آزادی بلافاصله الله شکورova و ختم معالجه مجبوری او را طلب کرد. وقتی برنامه ما اینجا با پایان رسید. سپاس از اینکه تا این لحظه ها با ما بودید. سامانه رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شماست. فردا صبح شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار.